سلام علیکم. بخواین اتاق خواب لاکچری فوق با مزه است ولی نه. اینجا این مدلیه. بعد آشپزخونه فوق نسیه یه چایی بزن. چشم. وای شب داره بگو چیز نداره؟ نسیه شامپو نخریدی؟ این هم همین دیگه. با هم بریم در ببندیم. خیلی بامزه است اینجا، نگاه کنید. من اونجا که انقدر شمال بودم کاشان اینا نیومدن برام خیلی بامزه است و جدید بود قشنگ. وای چه لاکچری. قبول داری؟ خیلی دیوارا رو نگاه. بذار دوربین برگردونم ببینید. نگاه بچه آشپزخونه‌شو نگاه کن. خیلی بامزه نیست؟ البته به غیر از گازش. ببین چه خودم تحویل گرفتم. شیرینی آوردم. این حلوای شمالیه، اسمشو نمیدونم، از اینا آوردم. آجیل، قهوه فوری، گردو، نبات و حتی میوه که نابود شده. همین دیگه، بریم مرتب کنیم. بچه سس پکیدم، نوشباب، شیر، کباب لقمه، یخچال معروف. میبرم بیارم بذارم اینجا. قبول دارین؟ آره بذارین. میبرم اینجا. سبد نداره؟ سبد رو به نظرتون تمیزه؟ بشقابای خودم بگیرم نه؟ بذار. بشقابای فوق لاکچریم. دو تا سیب نارنگی. میوه رو از سمنان آوردیم، همه چلوسیده شده. اینم نارنگی. یه عدد سیب دگر. خب بس دیگه. اینو میذاریم توی یخچال. این از این. آجل سیبونی اینجا استفاده میکنم. میخوام برای چایی. قند، خرما. تخم مرغی ها گفت من که واسه تو چرد ما چرد بگیرم، واسه ما چرد بگیرم.
همین سه تا بود. اینم تو صندوق پیدا کردم. زشت دارم که چی شده باشه. بزنی چی؟ نه نه حوصله ندارم اصلا خود کنم امشب. بعد بزنی؟ شیرینی اندکی حاجی همه بذارم سر جاش نظرتونم که فردا دهنم صاف نشه. مغز متفکر سرنگ بچه‌ها اونا که شمالی هم میدونن که این حلوا چیه ولی که خیلی ها نمیدونن خودم هم نمیدونم با چی درست میشه فقط میدونم خوشمزه است. اینم از این خب این درش فقط اینجاست که بعدم خدا باید یقه همه جام دارم اینو میپوشم خیلی به عروسی رو میپوشیم. این که میگه لباس نداره 568 لباس داره. دروغ میگه دروغ میگه. خب چیپس و فکر نمیخوریم نه؟ نه علی اوجی قشنگ بوده نیدی؟ علی اوجی هم قشنگ خودمان را پذیرایی کردیم. نصیر برنامه فردا چیه؟ گشت و گذار تو کاشان مستقیم اصفهان بعدش شیراز یا چیز شهر کرد 70 شیراز 30 شهر کرد. حالا فردا صبح بیدار شدیم میریم جای دیدنی رو میبینیم. منم برم چایی بخورم خیلی خستم. بریم یه استراحت ریزک بکنیم و فردا که خواستیم بریم چیز باقفین و اینجور جا رو ببینیم یه انرژی داشته باشیم. های دیگه میخوای یکی بیا چه خوشبوه خونه. قشنگه نه؟ خیلی جنگلی مستونه. چیزه؟ الان این باقفین چیه؟ وقتی 100 بار توضیح میدی بعد من دوباره میگم الان این باقفین
پس این چیه؟ شم زدیم مثلا شاهنشین فلان این ولی دارو آلبویه، یعنی قبل این که اسلام و این چیزا تازه داشت چیز میکنن، بعد اسلام اینجا این وقت خروجه همون میبریم. بعدش هم کاشان شاه ماه اینا میمدن اینجا دیگه، اینجا خونهشون بوده، باغشون بوده. مثلا رئیس رؤسا و فلان این ور نزده دیگه، زده بود آقا شاهنشین و کاخ اتاق جلسات و فلان و این ور نگاه مثل بسته است بود داخلشون، اینجا بسته است. اینجا واسه چیزم کاشانی هم پولیه یا کاشان میتونن بیان؟ کشور مشهد بتونه کنه، ما یه بار میره هر انسان میزنیم میره نماز داماز چیزی کاشانی هم من سودم فضا چیزه کجاست؟ همون اینجاست. این که نمازخانه هست. نمازخانه چی باله؟ 400 سال پیش همچین بنا کرده. این سرویس بهداشتیه دیگه. جلوتر هم اینه؟ آره. بذار همون سر داره شاه عباس صدری. خب اینو شمالی انا باور کن. وای یه لحظه ترسیدم. آخه این الان همون بود. چقدر ترسناک. بچه ها داداشمون چیه؟ امیرکبیر. این الان امیرکبیره؟ تماشای جلوتر پیک مخصوص دربار قاجار، لباس چیز امیرکبیر واقعیش؟ کفشش و کلاشو حیف اینو اینجا همون آدم باید توی شیشه توی چیزی نباید نگرده کنم. موری تمیزی لباس میچین لباسی نه؟ این دیگه مردی اصلا دیوارا رو نگاه بچه دیوارا رو میبینین؟ حتی به دیواراش نمیرسن. بینه؟ اینو برم بعد دیدی گفتم شمالی ها؟ اصلا بلند صحبت میکنیم معلومه شمالی هستیم. قبول داری؟ بیا عکس بگیریم اینجا. عکس قیافش آدم خوبیه. الان نه واقعا شکلی بدم. شکل واقعیشون از کجا میدونی؟ دیگه دوربین نبوده. یکی بود مثل کمال الملک قیافه فتلی بیان قیافه فتلی شو اینا هستش دیگه. این فتلی شو واقعا اون شکلی بود دیگه. این
چیه؟ تیون؟ تیون یعنی چی؟ ببین شبا جنه اینجا چرا بی شخصیت هم رو توش تخمه ریختن. بیا اینجا هم دوباره خزینه است. چرا ترسناکه نه؟ این بچه من اصلا تو دوربین نیستم. نه من تو دوربین حتی دیوارش یه رنگ نمیزنه. یه لباس مثلا امیر کبیر چیزی بگم. امیر کبیر کی بود؟ یا ابوالفضل نیاز دیگه تو ایران وزیر مملکت بود بابا. خلاصه که لباسش همینطوری انداخته خاک و خود، دیوارا کثیف. اصلا یه سری اینجور جاها بعد آفرین داره آهنگ سنتی گذاشته طرف بیا لذت ببر هر 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 هر. بعد دیدی مثلا درباره اونجا هم صحبت نمی‌کردم، مثلا یکی داشت خاطره تعریف می‌کنه بلند دیگه نمیگم مکان عمومیه. دریا باشه همه آقا میرن مثلا دو جنگل میرن تفریح کنن. مکان میکنه باید خدای خیلی خوشگله نه؟ ولی حیف که نمیرسم بهش. قبول داری؟ آخه این گلا رو نه چه خوشگله گلا. این درخت هم همون موقع هست همه رو گرفتن اینجا کردن که فقط از بین نه. آهن زدن دیدی؟ آره دیگه نگهشون دارم فقط دیگه. خیلی با مزه است اینجا. یک نمای کلی. نسی؟ مقصد بعدی کجاست؟ 156 سال عمرشه این درخته؟ سال دیگه سال 2002 ثبتش کردن 1381 98 سالش بود. تو بگو 100 سال 24 سال اینجوری الان. مقصد بعدی؟ بریم طرف بازار یا بریم طرف آبشار؟ آبشار هم داره؟ آبشار نیمه سر داره دیگه. تو میگی کجا بریم؟ بازارش چجوریه؟ مثل بزرگتر از بازار سمنان، مثل بازار قدیمی سمنان دیگه، سرپوشیده و فلان. ما فقط گلاب میخوایم دیگه. میخوای بریم اون آبشاره بعد بریم اون روستاه بازار اصفهان. آره دیگه مثلا زودتر راه بیفتیم که بریم اصفهان. قبول داری؟ الان بریم اون آبشاره که میگی نگاه کنیم بعد بریم چیز بگو اسمشو اون روستاه. آره که گلاب بخوایم بگیریم. گفته نزدیکه دیگه نیست. آره از خود باشین 10 دقیقه. بعدش هم که میریم اصفهان. چی شده؟ مشغول. بابا همین رو زمین نگاه سیگار پره. اونجا تون زده بود جایگاه کشتن امیر کبیر توش تخمه ریخته بود. راهش کجاست؟ حدود بیا دیدی؟ خب اوکی یه آدم بیشوری ریخته. شما چرا جمع نمی‌کنی؟ خدای نگاه کن اینجا همه سیگار. چه اصلا حیفه بعضی از همه سیگار واقعا یادگاری نوشته آره اینا. این که 1404 هست. من داخل چیز دیگه هم دیدم 1404 محمد فلان.
خجالت نمیکشی؟ دیوارا رو نگاه کن بچه ها میبینی؟ حالت قدیمیش مثلا 0 سنه ولی خب این دیوار بابا رنگ نمیتونن بزنن؟ رنگ نمیتونن بزنن؟ نه سواله میخوام ببینم اینا رنگ اون مرمت کاری رو حتی اونا رو میتونی بازسازی بکنن که از این حالتش نیفته خراب نشه. بفرمایید بالا بشه مطمئن من اینجا میگیره. آره این تقریبا میگیره. آخه بیچاره اسبا گناه دارن. قبول داری؟ خب اینم بود باقی فیلم. بریم مقصد بعدی. الان که داشتم ادیت میکردم دیدم که فیلمام یکم ناقصه. گفتم بهتون توضیح بدم که ما دیگه اون روستاه و اون آبشار و اینجور چیزا هیچ کدومون نرفتیم و مستقیم رفتیم اصفهان. دیگه این ویدیوهایی که گذاشتم تو راه بودیم و رسیدیم اصفهان که تو ولاگ بعدی براتون میذارم اصفهان رو جدا. ماچ بهتون مرسی که نگاه کردین. ببخشید که ویدیو هم ناقصه و یا کیفیت خوب و نداره، سر صدا داره و اونجور چیزا. ویدیو اولمه، دارم تلاش میکنم که بهتر بشه. ماچ بهتون مرسی که نگاه کردین. دوستتون دارم. بای بای.